بگم نه صبح شما بخیر. شما خوبی؟ یه جلوتر حتی خودت ماشاءالله چهرهت پرنوره، ولی بیا اینجا که بالاخره امکان تو هم جواب بده. خوبی؟ صبح شما بخیر. زنده باشی. همچنین عرض ادب و سلام دارم خدمت بینندگان محترم شبکه جام جم. امیدوارم که حال همگی شما خوب باشه و آرزوی سلامتی دارم برای همه ایرانیان. بسیار خوب. من به خاطر اینکه سند حرفم در بیاد بیرون و جنس صدای شما اول لو بره و بدونن دوستان من که چه خواننده خوش صدای علی رها کاراش رو تو ریمیکس های مختلف رو هم شنیدیم. کدوم کارو؟ مرهمو بشنویم. اول مرهمو میشنویم، بعد میایم بیشتر با هم در موردش صحبت میکنیم و بیشتر با خود حرف میزنیم. مرهمو رو وایسام اینجا، چرا برم اونور ها؟ یا میرم میشم اینجا نگاه میکنم از بچهای خوب. مرهمو بپخشید، ما هم استفاده بنماییم. با پیچم شدی تا رسیدی به قلبم، شاید تو بتونی واسه قلبم بشی مرهم. شنیدی که قبلا تو عشق بد آوردم، ولی حالا تو هستی، توی جونم، توی عمرم. اول دست میخوایم دست بزنیم. من بهتون گفتم که در حقیقت صداش، یعنی سند حرف من، کار خودش و صدای خود علی رهاست که بشنوید. مطمئنم خیلی ها شنیدن، به خصوص توی ریمیکس ها صدای تو هم خیلی استفاده میشه، مثل شهرام میرجلالی هستی. نمیدونم با هم قرارداد بستین؟ نه با شهرام که اون بنده خدا خودش خواننده. خدمت عرض کنم که خیلی خوب این کار میخوای معرفیش کنی؟ بله 100%. میکروفون هم بالا بگیریم. عرض کنم خدمت شما که شعر این کار از بنده و ملودی این کارم باز از خودم هست و تنظیم دوست خوبم، همکار محترمم آقای کوروش سیفوری که تقدیم عزیزان شد. خود تنظیمش هم خودت می‌کردی؟ میگه کار را که کرد آن که تمام کرد. تمام کردی ولی خب تنظیم هم انجام میده. اتفاقا من خودم ناراحتم این کار رو انجام میدم، اما آره خود خیره. نه ناراحتم که شعر ملودی ها رو خودم تهیه میکنم، بهتر از دوستان بگیرن، اما دیگه نه دیگه خب خوبه دیگه. ببین مثلا ترانه سرا هم هستی، میدونی مثلا میگن ترانه سرا، یه ترانه سرا داریم، سر اونی که سر میده، مثلا شما الان سر میدی میشی ترانه سرا. سرا هم هستی چون میسرایی، شعر رو میگی، درسته؟ آره ببین ولی باز ما هنوز در اون حد نرسیدیم، ولی اختیار داری.
صدای خیلی قشنگی داره. زنده باش. بین یک دو تا از خواننده ها این ور اون ور رو ولش کن، ولی میخوام بگم که رنگ خود جنس صدای کاملا ایرانیه به نظر من الکن حقیر و یک حاله متفاوتی رو داره که فکر میکنم آینده بسیار خوبی رو داری. تلویزیون زیاد بیا، هرچی که خدا بخواد. ایشالله که خیلی. آفرین. بریم به کار دیگه. بشنویم کار مادر. خوبه؟ اگه اجازه بدین این کار رو تقدیم کنم به همه مادرای ایرانی که در هر کجا هستن و همچنین مادر خوب مهربونم که برام خیلی زحمت کشیده. از همینجا دستشون میبوسم و این کار رو تقدیم میکنم به همه مادرای. خب وایسا، حالا که اینجوری شد، اونایی که خارج از کشور تو این 5 قاره هر کجا که تشریف دارید، مادرتون احیانا اگه تو ایران دلتون تنگ شده، این از جانب شما تقدیم به اونا. از جانب مادرایی که داخل ایران هستن، اینم بالاخره یه کار دلیه دیگه، میره واسه بچه‌هاشون. بعد بچه استودیو ما و رژی اینا هم تقدیم به مادرشون، از جمله مادر خودم. بریم کار مادر رو واسه علی رها بشن، ان شاءالله که حظش رو همچین خوب ببرین. دارم خوب به عکست نگاه میکنم، هنوزم جوونی نگو پیر شدی، هنوزم پناهی مثل کودکیم، نگو مادرم دست و پا پیر شدی، گذشتی از عمرت واسه بودم، یه بغضی از عشقت توی سینمه، تو انقدر خوب و پر احساسی که بهشتم بذارن زیر پات کمه، بهشتم بذارن زیر پات کمه. لالایی گفتی اما خودت بیدار، کوه غم بودی اما شدی غمخوار، وای میمیرم که روزی بشی بیمار، ای خدا مادرم رو نگه دار. لالایی گفتی اما خودت بیدار، کوه غم بودی اما شدی غمخوار، وای میمیرم که روزی بشی بیمار، ای خدا مادرم رو نگه دار. میدونم دلت نیست اما تکیه کن به من که هنوزم محتاجتم، من هر کاری کردم ازم راضی شی، تا دنیاست بدهکارتم، توی یک فرشته به روی زمین، میدونم خدا هم ازت راضیه، همیشه تو خلوت دعا میکنی، گمونم دلت هم ازم راضیه. لالایی گفتی اما خودت بیدار، کوه غم بودی اما شدی غمخوار، وای میمیرم که روزی بشی بیمار، ای خدا مادرم رو نگه دار. لالایی گفتی اما خودت بیدار، کوه غم بودی اما شدی غمخوار، وای میمیرم که روزی بشی بیمار، ای خدا مادرم رو نگه دار. لالایی
اما خودت بیدار کوه غم بودی اما شدی غم خور وای میمیرم که روزی بشی بیمار ای خدا مادرم رو نگه دار. ایشالله خدا ایشالله همه مادرها رو نگه داره. دست شما درد نکنه. من اولین بار که صدای تو رو شنیدم فکر کردم پشت در بسته رو تو خوندی، دیدم که نه بابا خودش خیلی حرفه‌ای‌تره. بریم یه کار دیگه بشنویم. عاشقتم. عاشق کی بودی؟ رو کن. بریم. دلمو بردی آروم نشستی گفتم با همی چشماتو بستی هدفم از عشق فقط تو هستی عاشقتم سپید سر زد هنوز میدارم با حس خوبت عالم میبارم یک لحظه دوریت میده آزارم عاشقتم مدام دلم همش بهونه روی تو داره صدام فقط با خوندن اسم تو سازگاره چشمام وقتی نبینتت فقط میخواد بباره هدر نمیره رسوام اگه پات بخواد راه جدایی پیش بگیره دنیام فقط با احساس توی که آرامش میگیره میدزدی از من همش نگاه تو میخوام ببینم اون خنده ها تو خوشحالم هستم همیشه با تو عاشقتم وقتی تو باشی قصه نمیاد دیگه دلم از دنیا چی میخواد از تب این عشق میزنم فریاد عاشقتم مدام دلم همش بهونه روی تو داره صدام فقط با خوندن اسم تو سازگاره چشمام وقتی نبینتت فقط میخواد بباره هدر نمیره رسوام اگه پات بخواد راه جدایی پیش بگیره دنیام فقط با احساس توی که آرامش میگیره بینندگان محترم دست شما درد نکنه خیلی ممنونم. و اینم یه کار دیگه بود. عاشقتم کار کی بود؟ رو نمیشه خودت بودی. همه کار خودت بودی. تنظیمش دوست خوبم این آقای رهسپار داستانش رمزش چیه؟ تنظیم کی دیگه انجام میده؟ کل کارات حالا عرض کنم خدمتتون که تو خوانندگی دو تا بحثه به نظر من. البته سوء تفاهم نشیم به خواننده‌های بزرگترمون، اما عزیزانی که حالا صاحب این کار هستن، صاحب سبک هستن و قدیمی هستن، منظورم هست. ما توی شرایطی بودیم که خودکفا شدیم. یعنی یه زمانی بود که شرایط مالی اجازه نمیداد که بریم
ترانه بگیری 3-4 سال پیش ترانه بگیرم، ملودی خوب مجبور شد خود دست به کار شی. خودم شروع کردم. قبلش هم خودم می‌نوشتم و کارهای اجرا می‌کردم. خیلی شعر ملودی هم ملودی خوبی داره، هم شعر و ترانه خوبی داره. بعد دیگه عزیزان گفتن که کارت خوبه، میتونی. من خواستم بگم که چند تا خواننده مثلا چند تا ترانه ازت بگیرم بدم به اونا. دارم کار می‌کنم با کیا؟ بچه‌ها خیلی هستن. منم یه کار می‌خوام خواننده‌های جوان جدید یا حالا در خاطرم نیست ولی دارم کار می‌کنم باشه. بریم یه کار دیگه بشه. من می‌خوام این تایممون نره به بخش بعدی برسه. من و تو اونو بشنویم. بریم بشنویم. هم میشیم ما امشب تا یه چند لحظه دیگه، فقط چشمام که با نیست، دلم هم همینو میگه. حالا میشه از نگاه شوق دوست داشتن و فهمید، باورش اول و سخت بود، ندارم ذره تردید. من و تو مال همین دلخوشیمون هم برزه، تو رو داشتن واسه من به همه چی میارزه. من و تو مال همین دلخوشیمون هم برزه، تو رو داشتن واسه من به همه چی میارزه. وقتی اومدی کنارم چشم تو قلبم و دوزید، با همون نگاه اول دل من بدجوری لرزید. خوب میدونی که حضور تمام دلخوشیامه، با همین ترانه میخوام عشقمو بدم ادامه، عشقمو بدم ادامه. من و تو مال همین دلخوشیمون هم مرزه، تو رو داشتن واسه من به همه چی میارزه. من و تو مال همین دلخوشیمون هم مرزه، تو رو داشتن واسه من به همه چی میارزه. من و تو مال همین دلخوشیمون هم مرزه، تو رو داشتن واسه من به همه چی میارزه. گیتاری داشت. چه صدایی بود، چه خواننده‌ای بود. دوست داری شما. خب اینم که کار خودت بود و تنظیمش. این شعرش از خانم رجبی بود که ایشون گفتن بس دیگه کارم از ما بخون. ریحانه رجبی که از شاعرای خوبه کشورمون، ملودی خودم و تنظیم دوست خوبم علی حبیبی. زنده باد. علاقه رو دارن زیر صدا میشنویم دیگه. بعد خداحافظی هم بکنیم باهات. من یعنی حسن ختام ما با حضور تو میشه همین کار علاقه. وابستگی داریم میدونم، بیشترم میشه پیشم آسوده باش تا عشق روی قلبت کنه میشه. یه بار به دنیا اومدم، یه بار حق میخوام عاشق شم. خدا این فرصت رو داده که تو باشی فقط میشه. عزیز بودی حالا بیشتر عزیزتر هم شدی واسم، کاری کردی که غیر از تو دیگه هیچ کس رو نشناسم. فقط عشق تو اینجا بموندن کرده ما دارم، تو این دنیا یه زرد و برم آموم کش نمیزارم.
با اینکه پیش تو خوبم بازم میپرسی از حالم، چه حس خوبی با تو به این احساس میبارم. از اون حرفا بزن با من که از دلواپسی دوره، دلی که با تو خوش باشه نداره